تو این گرم که سگ بیرون نمیرفت، من رفتم وسایلش بخرم. از مرحله 0 یورو رسیدیم به 1 یورو. بریم ببینیم با 1 یورو چی میشه خرید. جی 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 دهن منو سرویس کردین که برو ژل ابرو بخر. بیا خریدم. جلوی خودش رو آنباکسینگش میکنم که کیفیتش ببینه. البته یه جور میگن آنباکسینگ مثلا رونمایی از آیفون 16 گوزو 1 یورو خریدیش. وای فای بهش وصل نیست که. خلاصه اومدم تستش کنم که فهمیدم براش ندارم. تا اشغالم اینو پیدا کردم. به نظرم کارو در میاره. بعضیاتون هم میگین چرا اینقدر وسایلش ارزون میگیری؟ خب صبر کن، از 0 یورو شروع کردم رسیدیم به 1 یورو، الانم میریم بالاتر. نگران نباش، به دیور و گوچی هم میرسم. صبر کن، مگه نمیگی به من اعتماد داری؟ صبر کن، چرا همش بالا سرمی؟ من گفتم این براش کارو در میاره، به من اعتماد نکردیم. بفرما رخ آقا، اینیم ورش اینیم ورش. راضی بودم.